اون صمیمیت دوستی که میانی هر دو شما در دوام همین همکاری ها به وجود آمد. خب در بابت همین کمتر صحبت میکردید. این صمیمیت از کجا منشأ گرفت؟ چی میگم؟ انطالیا گام میزنیم. اما انطالیا دا شنود شدیم کن. امیده گام زنیم. خب بگیم در انطالیا سفر داشتیم داریم. سو بگیم در چراغونی ها میدیده بود. نیم شب تو نیم شمای خیلی گام زنیم. رفتیم. ما سر کنیم تو. ما سر ما سفر هنری داشتیم و استانبول. اونجا بسیار صنعتکارا بودیم مثل اپای سروینوز بود، فرامان کریموف بود. یک چند صنعتکارا بسیار رفته بودیم. بسیار صنعتکارا همونجا شناس شدیم دوستی. دوستی ما همینجا سر شده اگه گوییم اگر. بله. خب در کودکی شوخ نبودید؟ یگو لحظه خاطرمون نداشتید از کودکی؟ از کودکی هم شوخی عمایلو از خولیگان بودیم. از هر یک درس مکتب مرا سر میکردن. معلم هم سر میکردن. خیلی خولیگانی میکردیم. در خاطرمون فقط از درس رونده شدن بوده؟ بله بله. کدام سرود شما بسیارتر در دل مردم محبتش جای شد؟ من فکر میکنم سرود بهار. میتونید دو مصرعش رو سرایید؟ بینگولی لالا بلبل بنالا باران و ژالا آمد از بهار روی سبزه با ناز و غمزه روان فیروزه آمد از بهار آمد از بهار آمد از بهار. سرود پسته دنغره میتونید یک چند مصرع بسرایید؟ خیلی سرود جذاب است واقعا. بله. خورده باشی تو اگر زردا لی اسفره را خورده باشی تو اگر شکونگی تولی دره را خورده باشی تو به شرط پیسته دنغره را خورده باشی تو اگر در گوشتی بره را مزه و لذت طمعی غزلی شیری مرا تفهمیده اگنی خوب را بفهمون همه رایی. سلامت باشید. بهترین یک سرود می سرایم از نفری که ما هم او رو دوست می داریم. آهنگ منیژه دولت. بهترین سخنهای آرومی راهون مرحبا. با نامی دف بزنیم. آسمان معبدی جان است بیا دف بزنیم خانه ای عشقلان است بیا دف بزنیم لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجاست هرچی موج است روان است بیا دف بزنیم هرچی موج است روان است بیا دف بزنیم دف بزنیم دف بزنیم. بهترین صداتون خسته نباشه. زنده باشه. میتونید یک جا با صدای زنده بسرایید؟ البته. هنوزم چشم راحت انتظارم زی هجری روی تو دل بیقرارم هنوزم چشم راحت انتظارم زی هجر روی تو دل بیقرارم بیا جانا در آغوشت بگیرم مگذار تنها مرا به تو میمیرم بیا جانان در آغوشت بمیرم نگذار تنها مرا به تو میمیرم
تنها از منی تو تنها با منی تو تنها با تو میمانم تنها از منی تو تنها با منی تو تنها با تو میمانم بهترین سلام، زنده من باشه. من بسیار سرود هندی رو دوست می‌دارم. با خود یک سرودها رو میشنم برای میکنم میسرایم. میتونیم برای ما هم سرای. چی منه؟ باز فکر کنم کدامش خانم. چی را خانم؟ چی میخواندی؟ هوا رو انگلیسی شنیدین؟ ها نه من هوا انگلیسی که خانم هوا را میشه ارد مویجی هوا میکنیم. اسمو خرسک بزنیم. हवा हवा ये हवा खुशबू लुटा दे कहाँ चली मैं चली ज़रा बता दे हवा हवा ये हवा खुशबू लुटा दे कहाँ चली मैं चली ज़रा बता दे अब उसका बता दे ज़रा मुझको बता दे मैं उससे मिलूँगी एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे. بهترین زنده باشه. سلامت و تشکر زیاد. خسته نباشد. орзуи дерина дорад аз худи ман мехостам санъаткор шавам. дар оилаи санъаткор ба воя расидам ки тавои ман санъаткор буд шодравон ҳабибулло бекур. соли 2003 буд ман иниститути санъат наха آخه ایسار بگو میخندیم آمد کپا بگو میگو همین کوتاه بگو میشوه میشود برای نخندن. سر بعد رو بخونی ایسر سال 2003 هم بسر 2003 دانشگاه سنان. دانشگاه صنعت فهم بیار خواهد کده نه سیم که کده سنوزه ما را خواهی ما استفاده نه آب شدم نبینه خواهد. آه آبشده هستم میخواه سال چند دانشگاه ختم کردی؟ соли 2003 ма донишгоҳи او چخه تو خطو کرد ما خطی چخه خوندم بعد 2 سالی ба ҳама ғалтида бошана мегӯ شناخت کنم بشه اینترست نه. غلط دو میگیم نه آخه. بگو جشم نه باید خارج کردن من بگو برای دگن با ایسر دوام دادگن سرانوش مو کارتنا دوام دادن خوندن تمام کردن اما شب بگو چخه میشه از 2003 من دادم صنعت بود. من خوندم تمام کردم. خلاص و یکم با روی بعضی صحنه مشکلیات بود مرا مثل غلط خارج کردن گو بابای کردم اما شب بگو عطر دادا همون звук بسیار خلال رسونده است مدام امکانش باشه نیم ساعت تا خط کنیم مالی رحمان 2003 ма донишгоҳи санъат дохил шидам. 2006 як суруд кардам бо номи тавба тавба. بله ҳамун суруда кардем хай баъзе мухлисода маъқул шуд чӣ шид. баъд 2007 ман институт нарафтам. 2007 2008 институт нарафтам. бо аз 2009 бо давом додам. سال چند ختم کردی؟ то 2013 хондагем. همکورس بودیم با هم دیگری موناد خیلی که همه شناخت گفت که همجا همکورس من بودیم غایبانه میخوندیم واقعا برای همون قبل. خب بهترین
توانید یک چند مصرعش را با صدای زنده بهر مخلصان سرایید. البته یاده از روزای جوانی بس جدایی و پشیمانی انتظارم که میایی شبی مهمانی. یک سرود می سرایم از نفری که ما هم او رو دوست می داریم. آهنگ منیژه دولت. بهترین. سخنهای آرومی راهون مرحبا. با نامی دف بزنیم. آسمان معبدی جان است بیا دف بزنیم. خانه عشق کلان است بیا دف بزنیم. لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا. لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجاست. هرچی موج است روان است بیا دف بزنیم. هرچی موج است روان است بیا دف بزنیم. دف بزنیم دف بزنیم. از همان سرود پسته دنغره می توانید یک چند مصرع بسرایید. خیلی سرود جذاب است واقعا. بله. خورده باشید اگر زردا لی اسفره را. خورده باشید اگر شکونگی تولی دره را. خورده باشید به شرط پیسته دنغره را. خورده باشید اگر در گوشتی بره را. مزه و لذت طمعی غزلی شعری مرا. تفهمیده اگنی خواب را بفهمون همه را. سلامت باشید. بهترین. فراموش کن غم دل رو فراموش کن. منی به بال و به پر و در آغوش کن. فراموش کن غم دل رو فراموش کن. منی به بال و به پر و در آغوش کن. نصیب نزدیکی ثبت کلیپ شام. مخلصان انتظار باشید. سرودی نوی روزیبکی فیضلی. مخلصان عزیز با کانال تاجیکون گروپ مرحمت ابونه شوید. چیزای نغز نمیخواه.